زنی فلانی در قد کوچه آخه چی بنا میفهمی تو؟ شبا خونه دیر میبیایی سحر کورا بهانه میکنی میمونی میری شب ساعتی 10 شب 12 شب 1 شب میبیایی بزنه که بیاقل مطرح بشتستم من تو در یکم بیاقلم من تو در یکم دیوانهیم در پیشونی من اولام نمیسته اگه تو برونه در میگوی میرای عجبانه بابا بشه جان این هفته خولت توی دوره بچه هم چه خیلی میکنیم توی من هیچ روز یک شنبه آقا اینم یک شنبه توی دوره بچه هیچ سلامتی من خوب نیسته بچه عزیق نشه شروع با همون یلا خوب میشه تی میشه میگم چی بریم پدر کرد توی اونه شد پول بریم یا یکم چی میخری شما چیکار میکنیم میخریم چون اون شو میخریم من بگم در سرخون پس سرخون اون نیست خیلی با زنگ میزنیم شد ای نه مغازه زوده کمیشون سیدی خون بچه اونم بیتاوی تکنیکه دوره اینجا بایم کنسنیره یکم خلادینی که یکم ماشینه جمعشویه میگیریم میبریم شد خولت خرسان میشه بچه های امکانیت هسته میکنیم بچه کجای میری توی روزازی؟ بازی بخششو چه جونه لبای الو چی نه من پوشیدم اونجا تیار من در خونه اشتگی تیار پوشیدگی هم زنگ اختش داده داشتم 100% چی نیم ساعت پس 20 منت پس اونجا میشم خوب مالی الان میام خب اجازت که میام روز استراحت نیست بچه؟ بچه جان همی درست استراحت هنه که موقع استراحت نیست ما هر روز باید پای کار باشه پای سوسو باشه مقصد بازور بشینه اگر امکانیت شید انا با ساعت 12 و اگر با وقت بده اگه چیزاتون میگیریم یا در جواب میشینیم و بیت میکنیم یکی اگر امکانیت نشید ممکنه که با ما شاو بیم هنوز نمیرفتی بچه خیلی مزه هم نیست زنک او زنک نبر نگر بیا اون عجبه چیکار؟ مادرم میدونی که مزهش نیست ممکنه که مادر وقت ساعتی داروخوریش فراموش کنه یکی چه خیلی که تو خواهشات فراموش نمیکنی فرمایش دادن فراموش نمیکنی الان این داروهای مادرم دادنش وقت ساعت خیلی فراموش نکرد وقت ساعت خیلی دارو شبته فهمیدی مرا؟ فهمیدم خب من مایده خدا خواهد میرم کار دارم اگر امکانیت شیدک با بدورم میام اگر امکانیت نشید که کارو بکردم بعد میام خب؟ بله ناصر بله چه کلین او کلین بیا بچم کن دورو ما بین چقدر خالص مزم بسیب شد همین را جبالی هم نیست که کار نره خاله جان دوروتون تمام شد دوروتون نیست تلفن کنی را جبالی
میشه وضعیتون بزیب شد خیلی بچه هم دیگه رفته همی داروخونه پیش خونه دارو گفته بکی نمیشه دیگه این را جبالی خیلی میبویه که دیگه نمیشه بچه من خیلی جون دقیقا تیز آنم اوهو مردک اصلا 10 minut مرا بیرون از خونه میبینی ها؟ بیرون میبروی ها؟ ناپرسیده بیرون میبروی ها؟ دوستان عزیز آدم طریق تلفن دستی شما در یک ماه 30,000 تا 15,000 تومان کار کردین شما باشین بیکار میگردین بعد دقت خواهران مدارم و پای عزیز میرسونید که شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون نشسته خونه نمره اومده توسط همین تلفن دستیتون کار و فعالیتتون بیزنستون پیش برده در یک ماه 30,000 تا 15,000 تومان کار کنید برای با کار قبول شدن شما در زبان خارجی دانستن لازم نیست دیپلم لازم نیست دانشجو اختراکو 100% شما میتونید که کار کنید اپایی که در کارخانه‌های دولتی یا دیگر جدا کار میکنید شما هم 100% میتونید که یعنی که در فنی تکنیک کار کنید تا 15,000 تومانی را به دست بیارید برای با کار قبول شدن شما چیکار میکنید هیچ کار پول نمیتونید التماس نمیکنید فقط رقم‌های بالای اکران زلاتای دایرکت شرکت فابریک اپای عایشه اپا جونی ما در اینومی رجوالی دونی در واتساپش مراجعه میکنید اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه و نقطه شما را میفهمونه یا تون میته و شما را میتونید که رنگ نمی اپا جونی ما پول کار کنیم پول به دست بیاریم ما گفتن همون نفرایی که حرکت میکنن کوشش میکنن و در مدتی یعنی که 2 و 3 ماه دایرکت شرکت فابریک میشوند او در ای طرف شرکت فابریک 20,000 تومانی توفا کرده میشه غیر ای جانب اپای عایشه بونو یک چلای طلای دیگه پدرکه کرده میشه و حرکت کنین دوستان عزیز همون 20,000 را قطعی همون چلا سایی بشین اوهو مردک اصلا 10 minut مرا بیرون از خونه میبینی ها؟ بیرون میبروی ها؟ ناپرسیده بیرون میبروی ها؟ نه مردک داری خودم تمام شده برای داری آمدم ای شیطان داروی خودت یگان چی نشیده من سحر وقتی که خونم رو اومدم داروی مادر بود من مادر نگفته است که داروم تمام شده است آخی نه احوال شما نبودیدم زنگ زدم جواب ندادی بهانه نکن خونه بدم قطع دیگه خیگر میزنم بدرم پیش مرزگاه کجا برو بدی من تو را گفته استم برای دارو اگر داروی مادر تموم بشه سهر من اگر بزد که بچم دارو نمیرسه برای دارو ما بیار من اول داروی مادر میرفتم میوردم تلفن کردیم جواب نداده بزنه که بیاقل من تو را گفته استم من تو در یگان بیاقلم من تو در یگان دیوانه‌ام در پیشونی من ابلا نمیسه که تو بیرون در میگروی میرای یک کس میبینه چی میگه زنی فلانی در قد کوچه آخی چی به نمیفهمی تو زنگ زدم جواب ندادی رجب علی چی گپای بچم داری چی گپای چی گپای توی داریم توی اوچا ای اوچا پشتی نگیر بیرون ایده رو تو در اینجا خوابت بود است با فکرم که نه اینجا هم با فکرم اینجا هشت رفت از خوابت بود است اینا ما بیرون قبیدم اوام اینا وزی ما بیرون اوام چیکو کرده با بیرون آوردی کوچه و کوچه گشت است با اوچه تا دارو پویسم اوچه تا بچه شیطان راست میگه بچم داروهای ما تمام شد داروی اوچه جان من سهر همیجا بدم نگفته که داروی من تمام شده یک دارو من خودم میرفتم یک اپتیکت می آوردم اوچه کجا میبروی هم میزنه اوچه 1000 دوست های 1000 دشمن های همین را در کوچه میبینن چی میگن اوچه ها زنی کیه زنی فلانی ای بای اوچه شرم های آروم شو بابا آروم شو عصبی نشو بچم نه خودم برای این قد کن عصبی شو آخی قندی من بلند شد دولینیم بلند شد دارو هریدم یه بیچاره که دارو نیست 5-6 مرتبه در تو زنگ زدیم تلفنم نبرداشتی جواب ندادی نشد دیگه قندی من بلندی بچه من خواهش کردم بیچاره که رفته همین پیش خونه برای من دارو گیره بیاره بچم نه خودم برای یک بیرون بر آمدن زن همه خیلی لط و کوب کنم
این قرار گپ نه. همه چی بگن که ذره جمع شود عاقبت دریا شودن، اما همه چی عینه میده چایده سر میشه. فهمیدی اوچا جون؟ کجا میبره به اجازتی ما؟ بچم تو مایده چایده برای ما یاد میتی؟ تو مایده چایده برای اوچت یاد میتی؟ تو 3 ماه شد که تو خودت در خودت اهمیت میتی که شبا خانه دیر میبیایی، سحر کورا بهانه میکنی میمونی میری شب ساعتی 10 شب 12 شب 1 شب میبیایی، روزای شنبه بازار روزای استراحت در خانه نمیستی. تو خودت به خودت اهمیت دادی یا برالی؟ تو ذره جمع شود، اول ذره جمع شود برای خودت عبرت کن. من زنیت یا خواهش کردم که رفته از دورخانه برای ما دورو بیاره. اگر گناهی من باشه میبخشی بچم، من بخشش میپرسم ادنامی زنت نکی زن تنه زن بچم. این اری ادام نیست. من چم خی کلام کردم، من چم خی تربیه کردم بچم. بچم این کارم این اری ادام نیست. فهمیدی؟ این اری آدمگری نیست بچم. خداوند که مرد آفرید. اگر یک بار دیگر با سری زنت دست میبرداری یک قطره شیری دادگی من نمیبخشم بچه. فهمیدی؟ میدونی که خداوند برای چی مرد آفرید؟ میدونی برای چی خداوند مرد از زور آفرید، توانا آفرید؟ برای اون آفرید که آینش حمایت کنه، زندگیش حمایت کنه، زنش خوشبخت کنه، فرزنداش در تای قدر نگاه کنه. فهمیدی؟ مردی این نیست که زن لطو کوب کنه.